این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای لتوپاری که این دم آخری یادش افتاده جهاد تبیین کنه و از این روزه ها بخونه. در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راحل بود. با جهاد تبیین امام راحل کاری کرد که با هیچ وسیله سخت افزاری و نرم افزاری دیگران نه می توانستن بکنن نه امیدش داشتن که بکنن. امام با زبان، با منطق جهاد تبیین اینه. این شما و این هم یک نمونه از جهاد تبیین امام قاتلان که زبان منطقش هم مخصوص خودشه. اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد میکند جامعه را، از شر این نجات میداد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشد یه جامعه اصلاح میشه. اگر 4 تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی دزدی تمام میشه. اگر 4 تا آدمی که به فحشا مبتلا است اون را شلاق بزنن در جامعه فحشا از بین. مجری بسیجی تیویریش هم بلافاصله حرف عثمان رو گوش کرد و به شیوه امامش جفت پا پرید تو جهاد تبیین. که دختری را شلاق زدن خوب زدن. حدود الهی دختر باشه، زن باشه، مرد باشه، پسر باشه، نمیدونم معلم باشه، دانشجو باشه، حدود الهی باید جاری بشه دیگه. حکمه. آخوند رئیسی هم که تو این اوضاع و احوال مونده چه غلطی بکنه مدام داره بسیجی‌های وارفته رو امید درمانی میکنه. من میخوام تاکید کنم به آقایان و خانم‌های گرامی که اون روحیه جهادی که رهبری میفرمایند تا قله راهی نمانده است، خستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع، مخاطبش همه ما هستیم. یکی نیست به این 6 کلاسه دروغگو بگه خستگی و ناامیدی چیه؟ نظام به شرشر افتاده. ببینید این طرف چطوری نمایش انتخابات عظما رو خط خطی میکنه. رهبری گفتن که انتخابات باشد تا منجر به دیکتاتوری نشود. مگر الان دموکراسی هستیم؟ مگه نظام جمهوری اسلامی دموکراتیکه؟ مفهوم دیکتاتوری چیست؟ اینکه همه قدرت ها و اختیارات در یک فرد حتی نهاد نیست، در یک فرد جمعه. فعل او، امر او، یادداشت او، نوشته او، گوشه چشم او، منویات او فوق قانونه، فوق همه. با همه دردم کار به جایی کشیده که جک و جونورای نظامم اینطوری به ریش عظما و شورای نگهبانش میخندن. از انتخاباتی که مارکسیستان میتونستن تو شرکت بکنن به جایی رسیدیم که وزیر اطلاعات 8 ساله نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت میشه. این که مجلس اصولگرای نهم میاد به ایشون به عنوان وزیر اطلاعات علمی جزء پارادوکس‌ها و طنزهای جمهوری اسلامیه. بنده خدا میاد مصاحبه میکنه، علوی دیدید دیگه. بعد یا روحانی به من گفت یا وزیر اطلاعات چه؟ گفتم به خدا من تخصصی ندارم، ولی تبسم میکنم به مادرم حضرت زهرا میشم وزیر اطلاعات. این یکی هم میگه این نمایش انتخابات که سهله، قبلیش هم قلابی بود. وقتی که شورای نگهبان سال 1400 اون 8 کاندیدا رو عنوان کرد اسمشونو، همه گفتن آقا رئیس جمهور که مشخصه. یعنی مهندسی انتخابات نبود. مهندسی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. و چرا اون اتفاق افتاد؟ اون اتفاق مشارکت زیر 50% که حتی این عملکرد شورای نگهبان جمهوریت نظام رو هم زیر سوال برد. من خودم الان تو نوشته‌های خودم وقتی میخوام اسم آقای رئیس رو بنویسم نمی‌نویسم رئیس جمهور، می‌نویسم رئیس دولت. من خودم اینجوریم، تعارفم ندارم. اینو همونجا گفتم، هنوزم می‌نویسم. با این حساب داستان سوار شدن خامنه‌ای و رئیس جمهورش بر روی خر قدرت یه چیزی تو این مایه هاست.
این گراز مشنگم میخواست مزه بریزه، اما به زبون معکوس خودشو لو داد. ما انقلاب کردیم که گرازا رو آدم کنیم دیگه. وحشی ها رو میخوایم اهلی کنیم، نه اینکه اهلی ها رو وحشی کنیم. انقلاب کردیم که آدما گراز دست به سرشون بکشیم، دست به سر ما گرازا رو آدم میکنیم، دست به سرشون بکشیم. آدما گراز نشن، ولی که ولش کن مشکل نداره. حالا بشنوید از این حجت الاسلام شارلاتان که هر چاخانی رو سرهم میکنه تا خودش رو پزشک جا بزنه. هر روز یک گروهی میان اینجا، هر مدتی یک گروه میان از کشورهای خارجی از من دعوت کنن برم خارج. همه الان 3 تا دعوتنامه دارم از کانادا و از آمریکا و از هندوستان. همین 3 روز پیش آمدم. هر روز یه گروهی میان. اونا قدر این را میدونن. رئیس دانشگاه هلند به من میگه که اولین حرفش 2 سال قبل آمد قم منزل ما آمد. اولین حرفش این بود، گفت فلانی شما دانشی دارید فراتر از دانش بشر است. همین دیوانش کرده. پاشده اومده میگه از من دعوت کرده که برم هلند. من بهش گفتم اون زمان حالا به عقلی کردم، گفتم که من این علم اهل بیت را به کافران نمیدم. دکترشون که این باشه، کارشناس ارتباطاتشون هم میشه این که اینترنت رو با تخمه مقایسه میکنه. مسیر که می اومدم قیمت یه پاکت تخمه 100 گرمی رو چک کردم 29440 تومان بود. شما جدا از تعرفه به این قضیه توجه بکنید میبینید که آقا طرف 5 گیگ ترافیک میخواد مصرف کنه به اندازه قیمت یه بسته تخمه. یه خورده تعادل برقرار بشه تو اقتصاد خوبه. نمیشه به این ترتیب انجام داد. نوبتی هم باشه نوبت این وزیر پرتابه که نه معنی جمعیت رو میدونه و نه کلمه میلیون رو. و در منطقه مهم شمال شرق خوزستان که یک منطقه حاصلخیز در بخش کشاورزی هست و بالغ بر 720 میلیون نفر قرار است تأمین آب شرب بشود، انشالله هرچه سریعتر این عملیات به پایان برسد. وزیر پرتاب که گفتیم یعنی همین. این هم یه ویدئو کوتاه که بازسازی مشنگ بازی‌های رئیسی تو جوونیه و اخیراً در فضای مجازی منتشر شده. آمار ما ده شهرستان 1 میلیون ورزشکار بیمه شده داره. چقدر؟ 1 میلیون. اون وقت شهرستانتون چقدر جمعیت داره؟ 50,000 تا. اینجوری نمیشه که. چیش نشه؟ این شهرستان شما کلا 50,000 تا جمعیت داره، بعد شما میگید 1 میلیون بیمه شده. تو یه چیزیست که داره آمار مثلا اگه شما چشم دیدن ورزشکارای ما رو نداره اون واسه یک چیز دیگه است. بحث چشم دیدن نیست. بذاریم مثال بزنم. ببین حسن کلا 10 تا سیب داره. خب آیا امکان داره از این 10 تا سیب حسن 50 تاش قرمز باشه؟ چیکار رفت؟ ببین حسن کلا 10 چندی حسن نکنن سمت ما دستتون یک اسپیکر بگو امیر. ببین امیر کلا 10 تا سیب داره. خب آیا امکان داره از این 10 تا سیب امیر 50 تاش قرمز باشه؟ خب مثلا 20ش بعد زرد میشه. نه بزن یه جور دیگه بگم. کلا ببین امیر خب کلا 10 تا سیب داره. آیا میتونه از اون 10 تا سیبش 50 تاشو بخوره؟ خب گرسنه‌اش میشه حال 50 تا نه ولی 40 تا رو که میتونه بخوره، 30 تا رو که میتونه بخوره. فکر کنم متوجه نمیشید من چی میگم. نگاه یک چیز ما دوم ابتدایی قسمت همین جمع و تفریق یک آبل مرغون خیلی بد گرفتم، خیلی غیبت داشتم، یکم پایه ریاضیم ضعیفه، یکم بازتر توضیح چون نگاه این آمار است، یکی از آمار یکم بازتر توضیح بدید. خب امیر خب کلا 10 تا سیب داره. آیا امکان این هست شما از اون 10 تا سیبش 50 تاشو بگیریم بخوریم؟ فهمیدین؟ نگاه یعنی متوجه منم یک جایش ایراد داره اما نمیدونم کجاش ایراد داره. 40 تا بعد میشه 30 تا ها بیشتره 60-70 تا.
1 کیلو. حالا که تا اینجا اومدیم یه گریزی هم به جدیدترین کلمه‌ای که آخوند رئیسی یاد گرفته بزنیم. گزینشگران باید گزینشگران شایسته باشند تا شایستگان برگزیده شوند. مگر میتوان بدون گزینش مدیران صالح سطح شمول گزینش نسبت به همه اجزای سازمانه؟ هیچ جزئی از اجزای سازمان نباید از گزینش مستثنا باشه تا بتوان اینو تضمین کرد. اگه درد خیلی فشار آورد پس لرزه های اختلاس چای دبش هنوز هم ادامه داره. این هم یه نمونه از سوتی‌های مجری تیوی ریش. کنار خانواده محترمتون انشالله خوش و خرم باشید. این ساعت‌ها فکر کنم میچسبه چای در واقع داغ با حالا هل و دارچین و میخواستم یه دفعه اسم یه چیزی اومد ذهنم. چای بخورید دیگه، خلاص خوش باشید، دلای کنار هم دیگه خوش باشید.